جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی اون لحظه ورود مصیبت این جمله رو بگه خلاص، یعنی مصیبت رو تبدیل به چه؟ نعمت میکنه. فقط اون لحظه ورودشه، نه اینکه اول بی‌طاقتی بکنی، بی‌تابی بکنی، هر چی میخوای بگی بعد از 10 روز یا 15 روز یا یک هفته حالا بگی من صبورم، حالا بگی انا لله و انا الیه راجعون، کارشو کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی هنگام ورود مصیبت این جمله رو بگه خودشو مسئول کرده. و پیرو این جمله 3 تا جمله دیگه بگه. این آیه قرآنی 3 تا جمله دیگه. اللهم اجرنی فی مصیبتی. خوب دقت بکنید اینا رو حفظ کنید. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. 2 تا جمله دیگه. خدایا منو در این مصیبتم اجر و پاداش بزرگ بده. اجر و پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ صبر بزرگ. واخلف لی خیرا منها. خدایا من میدونم که با این کم و کاستی که با این مصیبت و سختی تو زندگی من میاد چیزی از من کم نمیشه. تو خزانه خودت چیزی بهتری داری، کاملتر به من بده. من همه چی رو واگذار میکنم به خودت. آیا شده اینطوری با خدا صحبت بکنید؟ تو مصیبت، تو سختی؟ ما تا فشار بهمون آمدید نه نماز میکنیم، در روزه میگیریم، نه استغفار میکنیم، در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که همیشه بر سختی وضو بگیرید. تو سختی 4 تا کار انجام بدید. وقتی که سختی تو زندگی آمد استغفار بکنید، توبه بکنید، وضو بگیرید، صدقه بدید. استغفار بکنید، توبه بکنید، وضو بگیرید، صدقه بدید. تو سختی ها این مطلوبه. وقتی که سختی می آمد، قحطی می آمد، پیامبر پناه به نماز می برد. خسوف، کسوف. وقتی که بلا نازل می شد تو 5 وقت نماز دستور میداد کل مساجد همه چه تو منطقه یا مدینه و اطراف مدینه همه قنوت بخونن. هر 5 وقت 5 وقت نماز قنوت بخونن.